احمد احمدی معاون والی ولایت بدخشان افغانستان که از سوی گروه تندرو طالبان تعیین شده است به خبرنگاران گفت ارتش مخصوص مرگ طلبان یا به اصطلاح کندک استشهادی را در مرزهای افغانستان از جمله در مرزهای بدخشان جایگیر خواهند کرد. بسیاری ها در این سخنان ادامه جنگ تهدیدی را که چند وقت باز بین طالبان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد میبینند. احمدی گفت منظورش از لشکر منصوری امارات اسلامی است و گفته او این کندک مانند گروه های مرگ طلبان است که در وقتش به ضد نیروهای امنیتی حکومت قبلی افغانستان و ائتلاف بین المللی حمله های انتحاری انجام میدادند. بدون این کندک شکست امریکا غیر امکان بود. این سربازان جسور کمربندهای انتحاری را بسته پایگاه های امریکا را در افغانستان میترکانیدند. این مردمی است که ترس را نمیدانند که چیست و خود را به الله بخشیدند. نقل قول کرده است از معاون والی بدخشان خبرگزاری خامه پرس. ولایت بدخشان در شمال و شرقی افغانستان جایگیر شده با چین و تاجیکستان هم مرز است، ولی طالبان البته جرأت نخواهند کرد که مرگ طلبهای خود را در مرز چین جابجا کرده قهر اژدهای شرقی را برانگیزند، خصوصا در حالی که فعلا به کمک پکین زیاد امید بستند. از این رو سخن به احتمال غالب درباره جایگیر کردن این مرگ طلبان در مرز با تاجیکستان می رود. مناسبت های طالبان با رهبران تاجیکستان از زمان قدرت را به دست آوردنشان هیچ ساز نآمد. طالبان هفته گذشته اعلان کردند که لشکر منصوری را در 3 ولایت با تاجیکستان از مرز قندوز، تخار و بدخشان جابجا کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 25 سپتامبر خبر داد که طالبان دهها هزار عسکر و افسر نیروهای ویژه‌اش را در ولایت با تاجیکستان هم مرز تخار مستقر کرده است. او نوشت دهها هزار نفر از نیروهای ویژه لشکر منصوری امارت اسلامی در تخار با هدف رفع تهدیدهای امنیتی و دیگر تهدیدهای احتمالی جابجا کرده شدند. طالبان حتی گذشت‌های حربی این به نام مرگ طلبان را برگزار کرد، ولی ناظران مشاهده کردند که شماره مرگ طلبان در این پرتها نه 10,000 و نه هزاران بلکه همگی چند صد نفر است و آن هم بیشتر جوانان تازه به خدمت استخدام شده، نه مرگ طلبان پرتجربه و مشق دیده. در پاسخ تاجیکستان روزهای 27 و 30 سپتامبر در ناحیه درواز و شهر خوروغ پرادهای حربی برگزار کرد. رهبران طالبان که از پشتیبانی جبهه مقاومت ملی از سوی تاجیکستان به خشم آمدند، تاجیکستان را به مداخله در امور آنها عیبدار کرده تهدید کردند که هر عمل عکس العملی دارد. و نقطه اوج این جنگ سرد تهدید روی راست نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شد که اخیراً خطاب به امام علی رحمون گفت اگر جامعه جهانی مداخله نکند تاجیکستان را در ظرف 24 ساعت تسخیر خواهیم کرد.